آزاد کند و این ظالمان را خداوند امروز روانه به جای اینا روانه زندان کند و برادران مهاجری ما رو بر بگردند و این ظالمان باز دیگر بیاند لذتی هجرت بچشند. خب در برنامه ما برادر به نام سهراب بوبویف وارد شده است. خب از برادران تکنیک خواهش میکنیم که دوستان را یک یک وارد کنند و چند نفر دیگه هم فکر کنم پسی خب نوبت ایستادن برای سخن گفتن کوتاه‌تر. برادران بفرمایید. سهراب بوبویف برادر عزیز بفرمایید. سهراب بوبویف میکروفون تا چیکار خوب سلامت است؟ میکروفونش خاموش است. سهراب السلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستیم آقا کسا؟ سلامتی و زندگی خوبه؟ سلامت باشه، زنده باشه. شما خوبه؟ سلامته؟ و فکرم اینترنتتون ضعیفه. چی سهراب جان؟ میتونی زنگ بزنی در واتساپ ما؟ نمره واتساپ هم برادرها بگذارین اونجا. امیدوارم که آقا کسا خوب هستیم. همین اینترنت کم کم میچسبه. ما گفتنی هستم که نفرایی که ما را الان گوش میکنن در این برنامه شما روزی بوزی کلی رحمانوف نزدیک اومدگی برای فرار کردنش من از تمام مردم شریف تاجیکستان از تمام همسایگان میکنم که با چه طوری که دیدید که در دنیا وضعیت چه رفته است، چطور رفته است. مثلا ببینید در قزاقستان، قرقیزستان، در گرجستان، ارمنستان یا در اوکراین، همینا برای ما و شما برادران امتحان است که ما باید یک کاری کنیم که در تاجیکستان باید یگان ساختمان شکسته نشود، یگان ساختمان باید شکسته نشود، یگان جا باید خراب نشود. روزی فرار بزی کلی رحمانوف انشالله نزدیک آمدگی. تنها تمام فرودگاه ها را من از تمام مردم شریف تاجیکستان خواهش میکنم بخپیم. همین یک نفر بوزی کلی رحمانوف یک گاوی دنغرگی، یک مغول دنغرگی باید با همراهی دختران فاحشه‌اش با اون دمادان جنایتکارش باید پشت پنجره شوند. من از تمام مردم تاجیکستان خواهش میکنم که همین نگاه کنین که کاری که در نکنین که رنگ اوکراین نکنین، مثلا رنگ قرقیزستان شما. من خواهش میکنم که یگان جورا ان شاء الله رحمان باید یقین بدوند که ان شاء الله به روزهای نزدیک با سری بلند وارد خونی خاک حولیش میشه. رحمان باید ایرا بدونه. رحمان دیگه با او لیسکاش هم میگم افسانه‌ای که شما میخوانیم در گوش مردم، شما میگوین که رحمان رو با خون اومده، با خون میبره، با چی میبره. یه افسانه را برای درها دنغره همو در بگیم با کودکای همین اکسالا در کودکستان هم در گوش اونها بگوین. دیگه یه افسانه رو برای مردم نخونید. دیگه مردم شریف تاجیکستان شما را باور نمیکنند. تو باید رحمانوف یقین بدونید یگانه راهت باید بیله بگیری، باید قورتا بکنی. دیگه راه نداری رحمانوف دیگه راه نداری. خیانتی که در این مدت 30 سال بوزی کلی رحمانوف تو کردی، یگام اجنبی در این سرزمینی خیانت کرده نیست. تو حتی کمونیست بود مثل تو نیست. تو رحمانوف زمین فروشید یک طرف، آدم کشید یک طرف، مردم از زندان کردن یک طرف، ظلم و ستم کردم یک طرف، کارای جنایتی تا میدونی بدبخت بناموس یگام مردمی کارا رو مثل تو یگام اجدادی این خیانت رو در این سرزمین کردگی نیست. شما میدونید که رحمانوف این همه حاضی آمادگی دیدگی که باید فرار کنم. اون زمینه که در چین فروخته، زمین ناشال مانده مغولستان، این میخوای بدبخت همونجا بروه. یکی باید رحمان بدونه که ما همونجا میکشیم میاریم انشاءالله. تو خیانت در این سرزمین کردی، پدنانه تا این درجه نخواد تو کورنمک باشی. رحمانوف بیا به جنگ جنجال بسپارش استعفا بره. رحمانوف لعنت کرده الله جنگ نینداز در این سرزمین. تو زور نیستی، زور ندیدی. این افسانه را لیسکای رحمانوف با مردم نگویی. مردم دیگه من میدونم که کم 60 نفر زیاد 100 نفر کو وارد خاک علم حوالی رحمانوف میشه. رحمانوف پشت پنجره میره. من باور دارم کسی که به خاطر خدا نیت کنه الله سبحان تعالی رو به او جامعه برام میرسونه. ما گفتنیم که برای جوانای تاجیکستان که خواهش میکنم
همه دیده هستین چی حادثه رفته در اوکراین، در قزاقستان، در قرقیزستان. این برای ما و شما درسه. یگان چیز ما خواهیم ما انشاءالله به سر بلند وارد خاکی حولی رحمانوف میشیم روزای نزدیک. به همین خاطر فقط فرودگاه ها رو باید نگاه کنیم، مرزا را همینجا باید دستگیرشون کنیم که این خائنا باید فرار نکنن. خواهش من به تمام مردم شریف تاجیکستان با رحمان که یعنی 15-16 سال جوانی من در غربت دوره جوانی شیرین گذشته کو بینم خدای پاک به الله پاک قسم که اینم جوانی شیرینی من در غربت گذشته 15-16 سال رحمان بودم که قاقاق سرت نگیرم و یا توده آباشایی که دین فروش هستن با نام قاری مولا و ایشون حاجی اینا همش با خودت پشت پنجره میروم. اینو باید بدونین شما. ما یگانه آدمی هستم که تنرم و یگرم ما از راه هیچ وقت بر نمیگردم. ما بهترین راه انتخاب کرده باید بزی کلی رحمان باید بدونه ایران. سلامت باشی برادر سهراب بابیف. انشالله که فقط کوشش کنین که در وقتی صحبت کردن هم دشنام نتیم. انشالله اینا گپای خوب انشالله گم میشن. تشکر. انشالله زنده باشی، موفق باشی. خب در کجای باشی خداوند موفق بشه. هر چیز زودتر انشالله که برنامه قبولی چی میگن اون پناهندگی سیاسی بگیری با مورد خبر بگیری انشالله. خدا نگهبان تو. من یگان پناهندگی یگان کشور قبول ندارم، شناسنامه یگان کشور و من قبولی هم نمیخوام. من باید وارد خاک تاجیکستان شم، وارد خاکی خانه بزی کلی رحمان خانه بعد همین خائن بعد همین سلامت همین خونکار همین سوالی همین شیطان بعد برم. ما او محکم نیستم که برام بگم که گفتم خراکتون بشه اگر گفتگی بود کو انا اینجا محکم بسیار اشتباه کرده با خدا بیرحمم. انا اکن نمیگم در اینجا مثلا همون تیاق شب میکنم همون مولا رو کو همش تیاق شب میکنم همش بعد شما رو تیاق شب میکنم. یا تو دا باشه شما با نام قاری مولا و ایشون پدرنوتا برآمدین حالا میدان وحشی ها تشکیل کردیم، میدان شیطان مردم بردیم خیلی تسلیم کردیم. اگر شما میدانی کنت فلک تشکیل نمیکردیم این بزی کلی رحمانوف این چوپان این بیناموس دایوس سر قدرت نمی اومد. بعد این محکم نبیوف میشید با یگان رئیس ینگه دیگه تو می اومد نشد همین خیلی دولت پیش رفته همش میگرفت این ملت دوباره روش میگرفت. نه اینکه این ملت دوباره به سواد باقی میمون در دوره حکومت بزی کلی رحمان. سلامت باشه مولا و ایشان قاری دور زمان اگر یا مسلمان میشن در زمین نمیموندن. خب برای یک برادر گواهی شکویرم گوش کنیم. برادر الماس به نام الماس. برادر الماس بفرمایید. بعدن محمد تقایف نوبتی با از محمد تقایف. الماس بفرما. الماس میکروفونت خاموشه. میکروفونش چک کن الماس. خب تا وارد شدن الماس بیا نوبت به برادر محمد تقایف بتیم. الماس وارد نشست است. برادر محمد تقایف. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام محمد تقایف. اوهشون خوبه سوزید؟ امید داریم خوبه الحمدلله. زنده باشی محمد تقایف. شما خوبه سلامته؟ ساز الحمدلله. شما چه خیال چال دارید؟ خدا را شکر با فضل خدا بدای شما. خوبی که از همین ایجادیات 90 یگان چی یاد کردیم شعرات در برنامه خیلی بسیار خوب خوانده بودی. مردم بسیار می‌نویسن میپرسن. ایجادیات همین که درباره رحمانوف همه دنیا نصیبی تو بگردد بدان ناصرمو مثل گدایی برای یک صغیر نان ندادی به قوم اژدهایت جان فدایی رسد روز کفن پیچت نمایند با گور به ثروت و مالت درایی دریغا عمر رفت بهوده برباد نه ظلمت سود کرد نه بایگرایی بدان بعدی سرت مردم برقصند به هر یک خاندان توی و خدایی. الله اکبر. انشاءالله این ظالما خدا خواهد از بین میروند. این برادر ما خیلی غضبی شدن چقدر تیاق شب و هر خیلی گپاردن. اینا راستیگه ما قبول ندارم. اینها باید جزا گیرن. برادر سهراب اینا میبریم زندان میبریم محکم میکنه جزای همونجا میگیرن.
اینا یه تایق شب نمیکنیم انشالله. ما اینا چه خیلی ظلم کردن نباید ما خیلی ظلم کنیم. ما باید بله اینا رو جزا دیم که اینا آدم شون و بعد همون قدر завод و فابریکه ویران کردن و فروختن و تگی کناشون رو پر کردن. گفتی کمپری ماما است کار کنن غش ریزن کرپیچ ریزن گشته از نو завод درست کنن. اینا ما برده محکم کنیم انشالله گشت همش راست میکنن. اون پولای دزدیده بردگیاشون رو برمیگردونیم. تاجیکستان خود چخیلی که تاجیکستان با پیش میگن این یا خیلی بی عقلی احمقی ناتوان. تاجیکستان با پیش نمیگویم ما اون وقت مردم شریفی تاجیک با پیش میگویم انشالله. وقتی که اینا کرپیچ ریختن گیرن غشت ریزن انا با завод و فابریکه راست شود مردم شریف تاجیک با پیش میگویم. و همه خاطر باید ناامید نشویم. دینا با نامه رسید از واروخ اونجا نوشتن که مردم واروخ دو تا میلیسنر خیلی ما دشنام و حقارت میتین. نه زن میمونن نه فرزند میمونن نه خواهر میمونن نه مادر میمونن ما را دشنام میکنن. اینا سر نیشاشون شکست نمیگیرد. مردم شریفی واروخ با من پیشنهاد میکنم که این ناتاجیکا باید دست پاشون شکسته شود. نه ترسه اینا با همین سرجم شوین زن دست پاشون مایده کنیم برای این طرف سرحد قرقیزستان پرتوین. خیلی که در نامه آمده است با مگوین که کتی قرقیزا اینا داد و گریفت داشتین راه قاچاقی بابایشان. و همین خاطر باید مردم نترسن. مردم اینا باید خلاص شون. باید طوری سری مردم تاجیک و تاجیکا بیان نه اینکه ناتاجیکی بیاید و یک محلی کلان دشنا میکنه و حقارت کنه. و همین خاطر رحمانوف خیلی وقت ساعتش کم ماندگی مردم شریف تاجیک با وطن برگردین. پول همین دنیای مانه دهشه من پدر و مادر و زن و فرزنداتون احترام کنه. از ظلم این ظالما باید ما اینا را خلاص کنیم. وطن ما باید ما آباد کنیم. ما اگر 40 سال دیگر هم خیلی مهاجرت کنیم یکم پیشروی نمیشود. فقط غم همین نفس با سرگردانی تمام. نه دیدار پدرت میبینی نه دیدار مادرت میبینی. یا وقت میبینی پدرت مرده است بردن بیگانه ها گر کردن عیب شرمندگی. و همین خاطر گفته بودم که از ملک غریبی دست شد تاجیک من یک ذره بدان آب رو تاجیک من. بیگانه زیپای تابوت آچه گرفت عیب نیست به ما و تو بگو تاجیک من. پول صدقه سر و غم پشت در تاجیک من. قیمت به همه مهر پدر تاجیک من. ترک کن غلام و بردگی بیدار شو مادر ز غمت خونی جگر تاجیک من. طفلان تو خوار و در بدر تاجیک من. بیننگ نشو تو اینقدر تاجیک من. زن هم پدر و مادر فرزندانت خندید به ما اهل بشر تاجیک من. بیا صاحب کشورت بشو تاجیک من. فرصت غنیمت زود برفت تاجیک من. خواهین فرق سرزمینی کوچک ما تو دشمن مادرت نشو تاجیک من. تو دشمن کشورت نشو تاجیک من. به همه خاطر تا وطنت تا پدر و مادر و زن و فرزندانت خلاصی نیابد این مهاجرت و این دربدری و خاکبسری ما زیب ندارد. باید ما خلاص کنیم و تاجیکستان با مردم شریف تاجیک با کار و فعالیت کنیم و قامت‌های راست کنیم. واضح در جهان ما شرمنده شدیم. پسترین ملت ماییم. اپشتی از ظالمی پدرنالتی خائنی ناتاجیکی به شرف. مردم شریف واروخ نامه با نوشتن که ما باور نداریم که این دشنام و حقارت این آدمی که از سر ما مونده باشد رحمان و خبردار نباشد. ما این با باوری نداریم. گفتیم شما باور کنین که همونو رحمان و سر شما با ماندگی است. به آن خاطر که چند نفرای قرقیزا کشتن رحمانوف یک آدم تسلیت نکرد. اون عبیرش مرد است. دنیای چاپلوسا توی دادستان که بچه فلانی مرد است گفته. و همین خاطر رحمانوف اکنون قدر ملت تاجیک فهمید که مردم میمردن ها آدم
باید فکر میکرده است. آدم باید قدر داشته است. این فکرها از سر رحمان و زدگی است. به همین خاطر این ظالم تمام همون قرقیزای هماسلکانش کشتن تاجیکای همدردی نکرد، تسلیت نکرد، کمک هم نکرد. انا نوارای رادیو آزادی بینین برآمدن همون بیچاره ماشینی و کاری پاموش و کار میکرد، زن و فرزندانش جلب کردن که ما به هیچ کس کمک نکرد. گفته قافلانبای هر هفته که قرقیزا آش کرده خورده گشتن. انا این پدرنالتش کم هست تو دانسته که قافلانبای پس این پنجره تو از 30 سال کم نیستی. تو دروغه، تو شیطان، تو دشمن ملت تاجیک، تو خونی تاجیکی نداری. به همه خاطر تو این گپای فراموش نکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه باشد محمد تقایف، تشکر. ان شاء الله باز در برنامه باشد یگان ایجادیات نو یگان شعر میخونیم بگوش میکنیم. خب نوبت با کی میکنیم؟ شعر رو تیار که یک دیگر در بعد از این برادر الماس. خب نوبت الماس بعد برادر سلیمان دولت فهم وارد شدن. الماس بفرمایید. السلام علیکم بابایشون یکم با شما بعد با همه تماشابینان ظهر تیوی دستان درد نکنم. برای امروز برای برادرانی که در زندان هستند شما یادرس میکنین 5 سال شد ایبان میگذره. یک تاش برادری من راستش یگان مخالف من ندیدم که مثلا با مثل شما برای زندانیان سیاسی حرف بزنم. مقصد تشکری میکنم از همه زندانی سیاسی تاجیکستان دستان درد نکنم. بعد گفتنی ها بسیار راستیش بابایشان برادران را سخن بتیم انشاءالله که بعد پسان صحبت میکنم. خب سلامت باشی برادر عبدالخلیل که به اسم الماس وارد شده است. این برادر حاضر چخیره که در اینجا عکساش آمدن عبدالرحیم واسی که خب نامردانه حکومت تاجیکستان را 23 سال برادر را مظلومانه به زندان رساندن، از زندان بردن پشت پنجره یگان گناه ندارد. خب برادر الماس هم تشکر کردن از همون مردمی که امروز از همون مبارزانی که برادران در زندان بوده را یاد میکنن. خب ان شاء الله امید داریم که برادر الماس برادر شما عبدالرحیم واسی هم ان شاء الله با خب باید قدرت خداوند هر چیز زودتر ان شاء الله امیدواریم آزاد می شود و همه اون برادران عزیز زندانیان سیاسی ما و شما که بیگناه روانه زندان شدند ان شاء الله آزاد خواهند شد. خب برادر ما سلیمان دولت بفرمایید. خب سلام علیکم دوستان هموطنان بابایشان و دیگر مبارزان. خیلی شد ما از در اینترنت نیستیم و در مبارزه هم خیلی کنار رفتگی هستیم و بسیار همین برنامه های شما را گوش میکنیم که برنامه های شما برنامه های تاریخی است. از تاریخ سالهای 90 از دیگر تاریخ ها حرف میزنید. ما از شما خواهش میکنیم که در برنامه هاتون یکی از علماهای پیش تاجیکستان که خانواده حضرت ایشان تورجان، ایشان نوردین، قاضی داملا و محمود جان دیگر اینها در این خانواده شما رفت آمد دارین، دوستی دارین. در همین برنامه یک برنامه تونه در همین خانواده بابا ایشان تاریخی خانواده ایشان تاریخ خدمت های بابا ایشان تورجان و ایشان نوردین جان و اکبر جان یک روز یک برنامه تونه پیشنهاد کنین و درباره این خاندان روحانی صحبت کنین. من همین خواهش دارم از شما که حتما ان شاء الله برنامه آینده ان شاء الله یک هفته اکن این برنامه تو نوقع چی کردگی نبودم درباره زندانیان باشه این برنامه تون الها نه ما حاضر برنامه ما اصلا تاریخ 10 دقیقه میگیم. برنامه حاضر درباره با سربلندانه به کشور برمیگردیم یعنی مبارزه. بله میخواین سری بلند قطعی گردین تاجیکستان باید متحدی باید باشه. الحمدلله اگر که ما متحد باشیم یک دست باشیم کینه و بخل عداوت از قلبمون دور کنیم انشاءالله ما پیروز میشیم. نه که اگر ما گروه فلان گروه این گروه کنیم هیچ وقت سربلند نمیرویم و خار ذلیل در همین کشورها میگردیم. اگر هر کسی میخواه سربلندانه بروه امروز باید یک گروه شود.
زیر یک پرچم سر برداره، حرکت کنه. دشمنی ملت کی است؟ این خانواده است. نه یگام رئیس محله است دشمنی این ملت، نه یک رئیس یگام حکومت است. وقتی که همین خانواده از بین که رفت دفشید، همین اولاد از بین رفت دفشید، همه یمون حکومت دارو میخوان که اولاد رحمانوف از سر مردم تاجیکستان نیست و نابود شود. اونا هم مسلمان هستن، اونا هم دیشون برای وطن ملت میسوزد، اما چاره ندارن. بله برادر واسه اینا یک شخصیتی بزرگ بودن، یک شخصیتی وطن دوست بودن. حتی در سن پتربورگ عبدالرحیم واسه چند روز در خانه من بود، یک شخصیتی دانشمند بودن، برای ملت دلشان سوخت و امروز پشت پرده رفتن، هیچ که پروای او نداره. حتی لایک نمیمونن در همون چی. این بخل و عداوت نیست؟ در همین فیسبوک لایک نمیمونن که همین برادری ما بود، همین برای مبارزه سر برداشت، همین برای مبارزه کنج زندان شد و یا لایک دریغ میدارن. این مرگی خیلی مبارز، همین خیلی مبارزی که بخیل مرگش بهتر است، نبودنش بهتر است. فهمیدی؟ نبودن از اون مبارز نباشد. امروز روزی است که یک صورت مونن باید مبارز لایک مونن تعریف کنن کمیتر. این مردن تون بهتر است، مردن تون. من همچون تلخ گپ میزنم، نه که مانند دارو برای فایده داره. چگونه که یک آدم که بیمار میشود یک داروی تلخ میخورد سرش از در میماند. من بسیار درشت سخت گپ میزنم، نه که گپای ما باید فایده داشته باشه. با دیگر مبارزین هر کسی یک آدم اسلام میکند باید تشکر و رحمت بگه که برادر ما رو نصیحت داره، ما رو اصلاح داره و در عوض اصلاح کردنش ما باید تشکر و رحمت بگیم. این از بابایشان. دیگر وقت شما را ما بسیار نمیگیریم. خداوند زودتر زندانی های ما را از دست ظالم و از دست ناکس و از دست ناخلف ها نجات بتیه و به سر بلند تمام مبارزین زیر یک متحدی قرار بگیرد و به سر بلند به تاجیکستان رفتن موفق و با نصیب گردونده. سلامت باشه بابایشان. زنده باشه. تشکر برادر عزیز سلیمان دارد. امیدوارم ان شاء الله برادرها همه خوب ان شاء الله که خوب است، ان شاء الله در متحد هستن و باز هم متحدتر خواهند بود در مقابل این رژیم، در مقابل این یک رژیم خونخواره که در سر قدرت است. خب یک نفر به اسم عثمان وارد شده است. خب عثمان نوبت کنیم و بعدا اگر ببینیم دیگه برادر عثمان. تشکر زیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر همه برادران. سلام و رحمت الله. تشکر که همه برادران ایستادن، سخن نوبت به ما داده ایستند. کمتر درشت گپ میزنم. بابای اکا بسطور خواهش میکنم غضبناک نشین. خواهش میکنم فهمین ما رو فهمین. من تنها نیستم. خب حزب نهضت اسلام برنامه ما برادر یک لحظه عثمان جان، برنامه ما به سر بلند برگشتنی مهاجرین و مبارزین است. خب خواهش میکنم اگر امکانات باشد از برنامه بیرون نروید. فهمیدم. از همین اوز میدرم به همین قطع میدرم. در همین حزب نهضت اسلام از اسلام چی موندگیه؟ آیا وقتش نرسید که جهاد اعلان کنیم یا که جهاد حرامه؟ اگر کشتن بگین روز نیست که 10 نفر نکشن. اگر زندان کردن بگین یگان لیدر نمونده است، یگان شیخ نمونده است که ترمه نکرده باشند، یگان ملا امام نمونده است که ترمش نکرده باشند، ملا امامای خودشون نشنونده باشند، یگان خواهر مادر ما نمونده است که حجابشون از سرشون نکشیده باشند. همه چیز نماز من کرده گیان. آیا دین اسلام در کدام حالت جهاد اعلان میکنه؟ خواهش میکنم همچون مسئولیتی در حزب نهضت اسلام، همچون اگر بگیم سابقم، لیکن پیمان ملی متحد، پیمان
ملل متحد هم هستین به فکرم. همچون عضو پیمان ملی تاجیکستان. بله پیمان ملی تاجیکستان. خواهش میکنم همین سوال جواب بتین بعد میگذارم در دیگرش. خب ببین برادر عزیز، اصلا ما بعد از آن که سال 1992 در تاجیکستان ناآرامی شد، خودشان مردم یارا گرفتن، مردم به قتل رسانیدن. ما گفتیم تاریخ، خودت شاهدی در تاریخ که کوچکوف اون افسر پلکانی که 201 دیویزیون کشور روسیه گفت که همه را ما تشکیل کردیم، سنگک سفرов از طریق قدرت آوردیم، رئیسی همون فرانت خلق کردیم، خب در ازبکستان مصلحت کردیم، با توپ و طیاره و همون یراقای وزنی ازبکستان وارد تاجیکستان شدیم. در اون حالت ها مردم عراق نداشتن. وقتی که هجوم کردن آمدن در خانوادهشان، مردم خیستن از خودشان حمایت کردن از ناموس دفاعشان. ولی خب چون مردم که قوه و سلاح کم داشتن، دیدن که مردم خیلی به خاک خون کشیدن. همین دریای آمو به خون گرفت که حالا اون وقت مردم جهاد هم نکرده بودن، فقط از خودشان حمایت کردن. برادر از شما گفتید جهاد کی فرض میشد؟ تاریخ فقه ما میگه که الجهاد فرض عین ان هجم کفار. جهاد در یک کشوری که مردمش مسلمانان وقتی فرض میشود که یک کشور دیگر نمیدونم مثل خطای دیگر رو که غیر مسلمان هستند با اون کشور با خاک اون کشور تجاوز میکنن، برای خب به عفت و بیناموس کردن اون کشور مردم تجاوز هجوم میکنن. در اون حالت جهاد فرض میشود. ابو جهل از ریم بود؟ نه ببین ببین ابو جهل مشرک بود. ببین خب من گفتم که این حدیث هم هست الجهاد فرضون. اگر امام علی مشرک مطلقه، کافر مطلقه. ما یک چیز است ببینید برادر از بین که قضاوت نکنیم حاضر یک کس چی نگیم، ما میگیم بدبخت از ظالم است، فاسق است، این خطا رو بگیم در برای در چی میگن دیگر چی نکنیم، قضاوت نکنیم، قضاوت به قاضی ها و دیگر علما بتیم. خب همین حاضر شما وضعیت منطقه را فکر کنید. ببینید ما نمیخوایم که تاجیکستان کشور ما به مثل نمیدونم که امروز این بلایی که به سر اوکراین آوردن، مردم کودک و زن اوکراین نابود شده ایستاده است، یا که افغانستان به این حال آوردن. ببینید که جنگ و جهاد ما میخوایم که ان الله که برای مصالحت آمیز و یک راه خوب. خب اگر در حالتی که مثال دیگر حاضر ما بینیم که وضعیت هم که هر چیز وقت و ساعت دارد، ان وقت و ساعت ما میدونیم که در کشور ما این گفتگوات همش هست. شما باردار عثمان جان از سوختی دل از سوز دل میگید، ولی وضعیت های دنیا منطقه را به نظر بگیریم. ما مثال همون سال یک حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای آزادی حقوق انسان و نمیدونم استقلالیت مبارزه برد. وقتی که نامش که اسلامی بود تمام دنیا را خیزاندن، روسیه، خب ازبکستان، حتی قزاقستان دیگر جاها هم دخالت کردن، مردم مسلمان به خاک خون کشیدن. من این گفته شما را تصدیق میکنم. برادر یک نوا روان کرده بودم امروز هست ما را گفته میمونیش کو در امر ما در تصدیق گپی عثمان همون نوا راضی میمونیم تماشا میکنیم، بعدا ان شاء الله عثمان جان بعد با جوابش دوام میدیم. همون نوا را پرتو همون گردن تپه چون همین چیز مولی نیست. مولی ما چیزی نیست. من مسلمانم. مسلمانی هیچ وقت کافر نگوید. چه کلوبا را محکم نمیکنین؟ دیسکاتیک را محکم نمیکنین؟ هیچ بود دموکرات یا این چیز مولی. دموکراتی که باشه ما چیکاره بفورا میکنم؟ چیکاره بفورا میکنم؟ خود مینیو کمش خود حجاب میکنم. که اینجا ما در چیکار داری؟ آباش. ها. سپاریش روباریت هست. بعد اما روباریت هم پیش ما بیا من خودم خچگاه میزنم. که من بیاره در کدام اساس حق داره که سطری برای ما بکشه. قانونش نشونت که من بیا آخه من قانون تاجیکستان چیکار دارم؟ من نمیخوام که کلوب محکم شود. چون محکم نمیشه؟ قانون تاجیکستان چیکار در تاجیکستان زندگی که چیکار قانون؟ اکا مرا کو اومده در قدی راه نگو من خودم مزه نیست. من اونوش اشاره کردم که برای بو ساعتش بکشه. اونمو گنرال تا پنرال دا برای بو که زن شب بگیره کونیلیچ کرد در مردم نشان بده. تمام بگو این جهاد این همیه، این همی خواهر دیدی، این همی جهاد میگن. حتما جهاد اون است که ما دست به عراق بزنیم یا بین امسال. ببینید در اینجا ما حاضر گفتیم که همه مردم ما، من باوری دارم و با باوری کامل گفتم میتونم تحقیقات کردیم دیده است امروز هزاران آدم با ما زنگ میزنن 90% مردم از همین حکومت ظالم بیزارن. یکم 7-8-9 فایز دیگه هم
دیگه میترسن، از ترس نمیدونم، از ترس وظیفه و از ترس خدمت. امروز ما هر وقت دارد، ساعت دارد، بیاین ما یک باره خب در این مسئله، چون از این چیزا استفاده میکنن، ما رو در تمام دنیا بعد تروریست معرفی میکنن. همین برادری که در بالای استاد است، علامت عکسش برادری همین خب دانشگاه ملی را تمام کرده است، 5 سال بخش روزنامه‌نگاری در رشته روزنامه‌نگاری ژورنالیستیکا دانشگاه اسلامی را آماده کرده. همین آدم وقتی که زید سیدوف زندانی کردن، همین برادرمان عبدالرحیم گفت که ای بیان من را گفت زندان کنین در جای همین آدم هزاران نفر دستش میگیره. برای همین هم خگا برای یک موندن، برای همین از حقوق مردم مسلمان، از حقوق هم از همین آدما، از انسان‌هایی که گناه ندارن محافظت حمایت کرد. 23 سال روانه زندان کردن. من نمیگم که ما باید بترسیم، ما باید که چقدر کم رحمان رو میگم که همون زیرکی سیاسی رو میگه از دست ما باید به یک راه عظیم کشور شویم، به یک راه این ظالما رو نیست نابود کنیم که خون مل مردم نریزند، بیناها خراب نشوند. این فکرها رو میکنیم، هر چه ساعت و وقت داره ان الله. خب این بعد سوال تا بعد خودت در تلفن من زنگ بزن، ان شاء الله من با تو با پاسخ دیگه میتونم این سوال یک سه سوال در جای ما گفتن نمیشه. بعد سوال دیم تا عثمان جان در کدام نمره تماس بگیرم برادر عزیز؟ اون همون نمره دست 514 343 609 +48 514 343 609. خب اگر اگه سوال باشی بفرمایید. یک سوال دیگه عذر میپوشم که مثلا از برنامه بیرون، برای که هیچ کمی سوالای مرا جواب نمیتیه. من سوالای من با همی بگیم با همی شخصایی که بزرگ خودتونن. سوال دیگه هم همیه، انسان‌هایی که ظلم کشیدن، این یکتاش من، هر آن کسی که خانه من آمدگی، پدر من را رسیدگی، برادرای من را رسیدگی، یک سوال داشت ما انشاءالله خیلی بگیم که به خوبی و برشدی گرفتیمش تاجیکستان. همه کدام راهبریت خواستیم همون را موندیم، دموکراتیش کردیم. انسان‌هایی که ظلم دیدگی‌اند بر سر پدراش و بر سر مادراش و بر سر خودشون، بگیم بر سر خودم ظلم اومگی، همون انسان‌ها را من شخصا میشناسم، تمام چیزاشو قطعی. از کی بعد من قسم بگیرم انسان‌هایی هستن که من جورای دارم که میگه که من قسم میگیرم اگر هم دولت بگیره آرام شوه دیگه کس بیایه، من قسم میگیرم. قسم نه یعنی که ما میخواهیم که بگیریم. حالی ما چی میشه بعد اون وقت؟ خب برادر عزیز این سوالا زیاد میشون، همین سوالای خودت میتی خیلی که بی جواب باشن. همین سوال اولت ببینم، وقتی که اگر خداوند همین حکومتی رژیمی آزیره مردم آزار، یک حکومتی ظالمی در سر قدرت امروز خدا روزی را برسونه که از بین رود، نابود بشود در سر قدرت ان شاء الله، دیگه مردم یک انسانی دیگه در اون حالت یک انتخابات را پرسی شد، یک انسانی کامل بیاد. هیچ وقت در هیچ وقت خاصگیری خیلی گپ نیست برادر، قانون است، قاعده است. هر یک برادر و همین نوع دادن این خیلی کردن خاص بگیریم که امروز حکومت در بهمین بودن. هیچ وقت خاصگیری خیلی که هر چیز در اساس قانون همون وقت ما قانون داریم، جنایتکار قانون جواب میده. من حق ندارم. من مثال اگر وزیری چی بگم، مثال وزیری تندرستی باشم یا وزیری معارف باشم، من هیچ وقت حق ندارم که یک جنایتکار در وقت با این خیلی عذابی من دیدم، خانواده من دیدم، مادر من را بردن عذاب دادن، خواهر من بردن، همسر من زن من بردن محکم کردن، اوباب برادرم همه نواراش هست، سر قبر مادرم کشته بودن برادرم. من ناز بزنین نوارا را بابای فبستار یا که مراجعت به بابای فبستار همه ما را میبینید، همه حکومت. لیکن ما وقتی که قصاص بخیزیم ای پیش خود بگیریم اینا سمسود میگن، ما برادر خیلی حق نداریم. یعنی با جوابگری کشیده میشوند. نه عثمان جان، وقتی که ما و شما غلبه میکنیم به سر قدرت میرویم ان شاء الله شکست یعنی خود برای همون مردمی که ما و شما را عذاب کردن همون بس. ولی قانون هست، طبق قانون یک از مال را گرفته است، خانه را گرفته، همه او برگردانده میشود. اون آدم قانون، حکومت، سود، نمیدونم مفتی و قاضی و حکومت سودیه و پروکرور اون را گناهگار میکنن. ما اگر هر کدام بخوایم فلانی پدر ما کشیم ما یا بکشیم خیلی گپ نیست. نه در اسلامی کارا درست است از پیش خود یک کارا کردن و در یک برادر یک از مثال ببین وقتی باز همین در همون زمان پیامبر باز خود مثال آورد ابو جهل وقتی که صلح کردن پدرشون یک دیگرشون کشتن با اونو
وقتی که صلح شد همون صلح رعایت می شود. خب وقتی که غلبه می شود یک مبارزه سر قدرت داره، هر چیز در اساس قانون. ما باید اگر بخوایم که ما غلبه کنیم در از حاضر باید مردم هم باور داشته باشن که ما قصاص از هر آدمایی که گناههای کوچک کردن نمیگیریم. اینه که رحمانوف جنایت خیانت کرده است با خانواده است و اون وزیرای قدرتی است که امروز مردم کردن، اون نوردی رحمانی که در زندان مردم عذاب میکنه، اینا با همون بدترین همون چی بگن همون حکمی که قانون معین کرده است و همون حکم اینا میبینن، حکم اینا همه اینا ضبطن در تاریخ. این سورا چی کرده نمیشه. ما فقط ببینید یک چیز است که برادر من یک نقل کردم، بعد این خدا در قرآن میگه که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. خدا میگه که یک کس گناهش خاص میشه فرو بره وقتی که گیزله باشه و یک گناهگار رو ببخشد، خدا گناه او را میبخشه. یک آدم یک کمی ما و شما را خفا کرده است، رنجانده است، ما میخوایم که ما را خدا ببخشه. عثمان جان تو میخوای که تو را خدا ببخشه؟ الحمدلله ما ایدین خبر داریم برادر. انا خدا بخواد که خدا تو را ببخشه. یک آدم نسبت یک کم ترک گناه کرده است، خیانت کرده است، در بعضی جا او را میبخشید، ولی که جنایت و خیانت های وزمین کرده باشه طبق قانون او جزا میگیره. وقتی بخیزه عثمان طرف خودش بگیره، برادر سغرا بگه من فضل ما خیل میکنم، خب ابوبکر بگه من خیل میکنم، برادر البطرس بگه من خیل تگنیوال نگوتی پول. این خیل ممکن نیست در هیچ قانون، نه در قانون شریعت نه در قانون حکومت تگنیوال. برای همین عثمان جان ان شاء الله هر وقت داره ما باید که همون چی بگن خیلی بعد همونه که ما بریم قصاص میگیریم. ما اول اینکه ان شاء الله هیچ وقت ما نمیخوایم که ما شخصا ما نمیگیم ما میریم فلانی را پرزیدنت میگیم، مردم کسی را بخوان، یک حکومتی عادل، یک شخصی بزرگ میآید ان شاء الله این خواخر گناههای مردم بخشیده میشن. ولی اون جنایتکاران وزنین امثال رحمانوف و دیگرایی که جنایت کردن، آدم کشتن، او را ما نمیتونیم که ببخشیم. قانون را جواب میده. ما قانون داریم، کنستیتوسیا داریم. اگر حرج مرج کنیم حکومت رحمان چه فرق داریم؟ بریم قصاص بگیریم. این خیلی نیست. همه چیزا همون ما اونجا خودش مثلا سود است، پروکرور است، نمیدونم وزارت امور داخله است، دیگه سو اونا چی میگن. سوال سیم تا بیامتی. جزاک الله خیرا. سلام علیکم. خدا نگهدار. زنده باشی برادر ابوبکر. حضرت ابوبکر بیو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بابایشون. علیکم السلام و رحمت الله و برکات برادر عزیز. امیدوارم که خوب هستید. زنده باشی. سلام خود رو میدونم با بینندگان شما. این موضوع شما درباره چی؟ درباره با سربلندانه به وطن برمیگردیم. خطاب. انشاءالله پیروزی بابایشون. من یکم بار برنامه شما اشتراک کردم، کمتر هیجانم. آزادی با زندانیای سیاسی، استعفا رحمانوف لعنت کرده الله. استعفا رحمان بگو میشه. خوشی میکنم که از خشونت از گپای وزمین استفاده نبریم. استعفا رحمانوف. خب فرمان نوبت کی کی صفی الله. السلام علیکم برادر صفی الله. بعد صفی الله جناب علی بیا. صفی الله بیا. آواز ما اومده سه برادر. آواز کسی اومده سه ها. صفی الله باشه بفرما. سلام خود را به کل تاجیکان میرسونم. یا سه سوال دارم. سلام بلند صدا تا به همه مردم بگو دیگه. جدا نکن ملت تاجیک بوجی. به همه مردم به کل تاجیکستان سلامی خود را میرسونم. زنده باشی. سلام علیک سلام. سه سوال دارم، التماس قد نکنیم برادر. سه سوال. یک تا سوال تا ای موضوع دور نره. خب ای برادران خواهش میکنم که در همین کانال ما ابونه شدن فراموش نکنید. ما بسیار برنامه یگان بار میگیم که ابونه شوید. خواهش میکنم بیننده زیاد داریم. میدرویان تا 3000 آدم چی میگن لایکمون کم، خب ابونه ها کم. بین مردم توجیک توکای در غریبی میگردین. خوب گوش کنین حکومتی ها. اوه که رفتن خونه ما را غم دادگین، برادر ما را ترسوندگین. یا واقعا را نقل میکنیم یا دقیقه وقت نمیگیره برادر. بلندتر چرا صدا پس از صفی الله؟ میگم یا نفهمیدیم برادر. صدا یا بلند میاد صفی الله جان با پاس میشه و کو پیشتر بگم چرا؟ در آنتن سیستای برادر در خیر در غریبی هم کم در آنتن سیستای.
داد بزن صدا تا بشنویم. من درون پرای برادر درون پرای همه خب. حکومتی ها دا گفتندیم که رفته برادر ما رقم داده سین او خونه و داره که در نوم ما چش علا کدگین انشالله جواب میتین او برادر خونه و در برنامه ما گرفته ایدست برادر ما گرفته سن با فریبی و با فندی گرفته سن برادر او آدمه که چشم علا کده انشالله تو رزمری پوپشه یفتگین برادر همین کار دست نبرداره برادر انشالله میبرم همینجا تا جای کارو همه چیش انیقش میکنم برادر بیانش میکنم همینجا مردم غریب توکای هم میشینه در همین غریبی توکای عذاب میکشین در همین که دورای پدر و مادر بیای از هر جمعونه بخیزیم برادر بریم انشالله میریم توجیکستان وقت ساعتش میه انشالله میریم او چوپلوسا ایکو برادر او چوپلوسا جواب میتنی کروشونده یک تا نویسته موندگیم انشالله والله قسم حکومت جدید میآید کو ای دست ما ظالما را بگیره کو برادر ای دست ما ظالما را بگیره تا قیامت همه دامنگیر همه حکومت جدیدم تا قیامت برادر انشالله جواب میتن چیکار انشالله کنه حکومت جدید دامنگیری نفهمیدم. ما برادر میگم که همه حکومتی هایی که ظالمن روزی که حکومت جدید میآید کو همه حکومتی های ظالم میگیره خلف میکنه کو در ما مسپاره برادر در ما وقتی که دست ما بگیرن کو دامنگیر حکومت جدید ما انشالله عذاب کشیدگیم برادر کو به حساب انشالله جواب میتن وای حکومتی های ظالم حاضر صفی علی جان در نام شیرین جان ما گفتیم که اگر حکومت همین رژیم دیکتاتوری ظالم تاجیکستان از بین رفت یک آدمی عادل سر قدرت انشالله باید بیاید میآید همینم چون همه مردم با یک اینا انتخاب میکنن رئیس جمهوری جدیده هر یک انسانی که چی گناهی کرده است طبق قانون او جواب میگه اگر وقتی که بخوزیم ما در تاجیکستان 1 میلیون آدم از جبر این حکومت مثلا جبر از حکومت جبر این میلیون آدم از پیش بخیزن این را به قبال محکم کنن او را حکومت جدید یا هفته نمیست برهم میخره و همین خاطر من همیشه شما باید برادرها نه برادر با معرفت باشید همیشه وقتی که ما با سری بلند برگشتیم شما باید ببینید که همین آدمای گناهکار طبق قانون ظلم کردگین انشالله ظلم هم میبینم برادر انشالله نام خب اونا طبق قانون جواب میگن دیگه طبق قانون نه اونه که ما سمسود کنیم خیلی ممکن است اگر ما مسلمان باشیم طبق قانون شریعت هم حق نداریم طبق قانون کانستیتوسیون دنیایی هم حق نداریم که یک آدم گناهکار از پیش خود ما مجازات کنیم بعد وقتی ما خیلی میکنیم حکومت رحمان چه فرق داریم نه برادر 30 سال ظلم کیسن 30 سال انشالله جواب میتن انشالله نمریم زنده باشیم اگر ای دست ما حکومتی که جدید میاد کو حکومتی نو ای دست ما هم ظلما را بگیره کو والله قسم دامنگیر همه حکومتی نویم دامنگیر تا قیامت همیشیم برادر برای که ما در مرده مادرم رفتگی نیستم در مرده پدرم ما دیدگی نیستم در غریبی 5 سال ای برادر 5 سال شد منم رفتگی نیستم فرزندار شدگی مالی فرزند ما در دستم گرفتگی نیستم برادر انشالله جواب میتم باری دیگه سلام خود رو میرسونم دعاگوی زندانیان که آزاد شوند کل زندانیا در آزادی میخوایم برادر انشالله الهامکایی که قشلاق ما ای قرغان تپه انشالله آزادی میخوایم شو برادر الله نگهبانتون برادر سلامت باش در بالای همون الهامم که تاریخ اتصالش بنایست برای ما رایی که ما کوشش میکنیم که در برای ما چی بگیم اگر کیا گفتی زندان شده است گام نیست یکن 9 سالش دادگن شهر سربند دهه بوتروبود 9 سالش بگناه دادگن شکن 9 سال همون الهام کماندی را میگو بله برادر بله خب در برای نمیس رایی که خود یک مادر زنگ داده است ایرا گوش کنه با دوام تیم صفی علامه شود الله نگهبانتون برادر الله نگهبانتون خدا نگهبان من بفرمایید اپا جان شما رو گوش کردیم خب کوشش کنیم که برادران دیگرم نوبت برسه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام مردمای شیردل تاجیکستان میرنبی شریف زاده و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته درود بر اپای مورم
میرنبی شریف زاده میتونین بر ظالمان. انا باور کنید اگر همین قریب 40 روز شما نبودید کمی کم یک 40,000 آدم تلفن کرده پرسید است که چی گپ شد برای چی شد خیریت که خودم برآمد کردتون که انا ماه شریف رمضان گفته. ها دیگه همین ماه رمضان گفته مردم چون برنامه‌های ما بیگاه در حالت روزشکایی مردمش گفته مردم ما ناراحت نکنیم ان شاء الله کوشش میکنیم دیگه پراگول نکنیم گفتم گپ پیشینه. خب اینا شما مگه دیگه حق اگر حق 40 روزتون شما گپ دارید مگر امروز فقط خود صحبت کنین پجوان مردم دیگه گپ نمی‌کنن. باور کنید اگر ما امروز میخوام که تمام مردم پرشرف شریف تاجیکستان در تمام دنیا در کجا که هستن با اونا همه تمام کارهای خیرشون روزهای گرفتگیشون نمازهای خواندگیشون تمام صدقه های کردگیشون پاک پروردگار عز و جل قبول گرداند. آمین. گذشتگیشون خدا رحمت کند مغفرت کند نشسته جنت کند خودشون در کجا که باشن همین با سر بلند همچو شیرای نر به وطنشون برگردن سربلندانه صاحب وطنشون شوند صاحب زمینشون شوند. آمین آمین. عدالت همین آسمانی زمینی قرآنی بشریت انسانیت در تاجیکستان شود که تمام دنیا از همین خوبی تاجیکستان گپ زنند. زنده باشه پجان. چند دقیقه میخواید من دتیت من گپ زنم که با بچه ها خفه نشوند. ماما برآمد گفته نه مردم ان شما را منتظرن ها. مسئله ما موضوع ما امروز با سری بلند به کشور سربلندانه به کشور بر میگردیم. خیر اکنون دیگه من خودم معرفی کنم. خب همین مادر تمام شعرهای سربلند تاجیکستان یک انا شعر مادر همتون. بله زنده باشی. نگهبانتون شود پروردگار در کجا که باشد هیچ وقت سرتون خم نشود در پیش دشمنا هیچ وقت خدا کمتون نکنه. انا اولش هم که بینید که همون کتاب لعنت کرده الله همون خدازدگی سفرعلی کنجای فیافته. خب کتاب را ما خواندگی بودم وقتی ها دیده بودم. انا همون کتاب یاوه انا بعد میفهمه که این سنگک سفر قطعی اونو فیضلی کی نابود کرده گیه کنترل وستریلا در اما مغز سرش دل جگرش خود امام علی رحمانوف پراندگی کاکراس همون وقت آدمای کوچکوف قطیش بودن. آها دیدی؟ فهمیده برای اینکه بچه تصموز سنگک سفرف گفت که من دیگر آدم کشی نمیکنم من در یگان وظیفه در کار نیست من میرم همون کارهای خودم میکنم. انا بعد اینا بسیار ترسیدن که سنگک سفرف میره همون کیلوهای سنگواره انا صاحب میشه. فهمیده؟ بله. این فیضلی باشه تماما یک خدازدگی آدمی بود که دیگر من میدونه که در سرخاز ترکمنستان میبخشه عیبم شو اگر تمام مردای تاجیکستان آورده اخته میکردن انا اخته کنندش انا خدازدگی ارواح زدگی انا خوجه کماندیری کروای خیرور کلیچکاش. فهمیده؟ بله. توار چوتن تریتوریو خدا جزای بدش بده پروردگار جزای همین خیلی جزای بد. انا برای اویم تمام مردم تاجیکستان در کجا که باشن باید که سه چیز هیچ وقت فراموش نکنن. خواه یکمش فهمن که خدا اینا را در دنیا آزاد به دنیا آوردگی تمام جانشان از خدا ترسشان نابود کنن. انا تمام قانونایی که کنستیتوسیا دادگیشان طلب کنن. یکمش که طلب آن که در وطن خودشون جای کار داشته باشن حق زندگی داشته باشن زمین داشته باشن انا بی پول سوسیالیزیشن باید باشه که بی پول اینا را تبابت کنن بی پول خانونن. تمام قانونایی که
барои инсон дар конститутсияи тоҷикистон 1994 омадагиай бояд ки мувофиқи конститутсия кор кунанд. аввалам худо, охирам худо, онгоҳ худо парвардигор иншолло ба амри худо бисёр корҳои калон шуда содай. мана бояд ки масъалаи ина 27-28 ана феврал ҳал мекарданд ки нашуд барои дигар кору хабарҳо. ана як бисёр инсони хубтарине ки дар парламент чандин сол кор кард 2 рӯз пеш куштанша. шумо фаҳме барое ки масъалаи бардошта бошдан ҳамашон ҳамун қонунҳое ки иваз кардагиану ба фоидаи худшон ки неприкосновенна вся семья этого людоеда, неприкосновенна вся его, извините меня, воровская хунта, это его совершивший массовый геноцид таджикского коренного народа, вот эти все новообразования, которые они сделали как раковую опухоль в Конституции, надо убрать, чтобы каждый из них мог отвечать за каждое свое действие, за каждое свое сказанное слово, за каждое преступление, совершенное против человека, человечности, против граждан Таджикистана. Вот сейчас о чем надо думать. Бадяк бачак мебра бисёр гапой қаве гап назан бачам. Бинки инсон бояд ки бисёр пуртоқат боша, бо сабр боша ва тамоми насиҳатҳои пайғамбари мо Расул акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ буд? аз рӯи виҷдон қонун, аз рӯи қонуни худо кор кардан дар кор. Чизе ки шумо ҳозир меге ки ита мекунам ута мекунам бисёр корҳои бадай. бояд ки боз ҳам ман мегӯм ки иншолло ба амри худо ягон барги дарахт нобуд намеша, ягон хишт нобуд намеша. ҳамита хушрӯ ба дасти адаб мо соҳиби ватанмон мешем. тамоми ҳамин аҳлу оилаи фисқи фасода иншолло ба амри худо маҳкам мекунанд, намемонанд ки гирезанд. иншолло худо аз худо ҳамин умед дорам. ана барои ҳавай боз ҳам ба шумо, ба ҳамаи шумо умри дароз, соҳу саломатӣ, бисёр сарбаландӣ, сарфарозӣ. худо соҳиби ватантон куна. ҳеҷ вақт мардуми шумо одамкуш набуд, намеша. ана бисёр бачаҳои кулобу дигар ҷо бояд ки фаҳманд ки барои ин нобакоро мо ҳеҷ гоҳ бозича нестем дига. хоҳанд нахоҳанд ҳамаи ино иншолло ба амри мувофиқи қонуни давлату қонуни қуръону қонуни як суди байналмилалии халқӣ, суди худи тоҷикистониё ҷазошона мегиранд иншолло ба амри худо. ба шарте ки мо ҳамамон сарҷамъ шавем, ҳамамон аз як гиревон сар барорем, ҳамамон бо ақлу бо фаросат бошем. бине ки бисёри вақт ман бовар кунед шарманда мешумаем вақте ки комментариҳоро мехонам. тамоми дунё шуморо гӯш мекунад. нахо мебахше аму ҷои биромадагии очатон доим дар даҳантон бошаву аму бесоҳибӣ мобайни пок будагитон доим дар ҳаму даҳантон боша. тамоми дунё механдад шумо. шумо чӣ хеле обрӯ доре, шумо чӣ хеле тарбия гирифтагие. камтарака одам шавед бинед ки мо форсизабон ҳастем, тоҷикзабон ҳастем, доризабон ҳастем. и чандин миллион, садҳо миллион кас мо гӯш мекуна, туф лаънат мекунанд ба мо. и дар кадом хархона ино калон шудаян меган. ана ҳамин хел бетартибу беинтизоман, ҳамин хел даҳаношон ки вайронай, ана ҳамин хел худо мезанашона. ба як брида нон зор мешан, ба як кафани зор мешан. ана ҳаминора бачаҳо хуб доне. ягон комментариётон да ҳақорату дашном накуне. ҳеҷ кас ҳақорату дашном накуне. хоҳиш мекунам. шумо бояд ки бисёр сарбаланду сарфароз бошед. Что хочу сказать. Во-первых, я очень рада, что прошли эти, как говорится, пост служения Всевышнему Аллаху. Вот. И сейчас в действительности стремительно в мире меняется все. Настолько
геополитические, геостратегические вопросы решаются стремительно, что больше терпеть то, что делает эта фашистующая хунта, эта семья, не буду их перечислять, уже весь мир их знает, терпеть невозможно. Дай Бог, чтобы всем таджикам было на родине место работы, место проживания, Амин. и чтобы им были обеспечены человеческие условия проживания и труда. И чтобы... Почему, смотрите, самое большое воспитание получают дети, внуки, правнуки от кого? От прабабушки, от прадедушки, от дядь, от теть, от родителей. Когда все вместе живут, то воспитание идет с самого рождения. Хамук гавора, тарбия сар мешава. برای همینم باز هم از همه خواهش میکنم که همین انسانیت خوبی دنیا را در زبانتان گیره انشالله به امر خدا همین آداب و اسلوب به دهنتان گیره پروردگار همه گناه های تمام دنیا را بخشد در قطار و گناه های ما را بخشد خدا پیروزمان گردانه سلامت باشید زنده باشید آمین یا رب العالمین خیلی بسیار گپ میخواستم گپ زنم با میگم بچه ها عزیز مادرای عزیز به همه شما سلام به همه شما سلام سلامم این یکی از نامهای پاک و پروردگار اعز و جل خدا همه سلامت گردانه در امان خدا باشه خدا نگهبانتان زنده باشید سلامت باشید سلامت باشین باور کنید یگان سوال دیگه هم داشته باشه مرحمت خب اپای میرم به خداوند شما را نگه بدارد بهترین تمنیات بهترین دعا کردین بهترین نصیحت ها کردین بخصوص درباره آداب و اخلاق و دیگر چی بگیم که مردم امروز واقعا هم تا در این مدت 30 سال این حکومت حاضر مردم را بسیار بد اخلاق جوانا را به فرهنگ کرده است انشالله که شما سخنان خوب گفتین به همین خاطر برادران و خواهران و دوستان کوشش کنن که در برنامه ها سخنان زیاد قبیحی هر خیلی سخنان را نگن و همچنین دشنام نتیند از گپ های خشونت آمیز و دیگر تحقیر و توهین در مقابل یکدیگر پرهیز کنند بهترین سخنان را گفتید زنده